سرخط خبرهای مهم. سعودی برای روغن و راه کلوب 130 میلیون دلار داد. هشداری سفارت تاجیکستان برای سفر به بلاروس. و روسیه طالبان را به حیث حکومت اعتراف کرد. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز جمعه 4 ایول. سفارت تاجیکستان در بلاروس به تاجیکانی که از روسیه اخراج شدند توصیه داده است که به جمهوری بلاروس نیز سفر نکنند. در اطلاعیه‌ای که این نهاد در صفحه فیسبوکی خود نشر کرد، خبر داده می شود که قرارهای از جانب روسیه درباره منع ورود یا اخراج شهروندان خارجی قبول گردیده در بلاروس نیز عمل می کنند. سفارت گفته است با نظر داشته حالت‌های قبلی که شهروندان تاجیکستان در روسیه روبرو شدند چنین توصیه می دهد. با گفته مقامات تاجیک، تنها سال 2024 بیش از 30,000 مهاجر از روسیه اخراج شدند. شهروندان تاجیکستان گاه‌ها با مقصد دوباره وارد شدن به قلمرو روسیه توسط راه زمینی به بلاروس سفر می‌کنند. روسیه امارت اسلامی در افغانستان تأسیس داده حرکت طالبان را به رسمیت شناخت. اعتمادنامه گل حسن سفیر طالبان در روسیه را اندری رودینکو معاون وزیر کارهای خارجه روسیه قبول کرده است. در این باره وزارت کارهای خارجه روسیه خبر می‌دهد. همین طریق روسیه اولین کشور است که امارت اسلامی افغانستان زیر رهبری طالبان را که در اکثر از کشورها سازمان تروریستی اعتراف شده است به رسمیت شناخت. قبلا در روسیه نیز فعالیت طالبان ممنوع بود، اما ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را تصویب کرده این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. ماه اپریل امسال دادگاه عالی روسیه منع فعالیت طالبان در روسیه را لغو کرد. خبرگزاری تاس از قبل وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است که تصمیمی به رسمیت شناختن طالبان از جانب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه این کشور گرفته شده است. پرچم حکومت طالبان در بالای سفارتخانه افغانستان در مسکو الکی آویخته شده است. پادشاهی عربستان سعودی و فوند سعودی رشد برای ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن 100 میلیون دلار و هم برای عملی سازی لایحه ساختمان راهی حلقوی شهر کلوب 30 میلیون دلار جلو کرده است. در این باره روز 3 ایول سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. در این زمینه روز پنجشنبه ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با رئیس فوند سعودی رشد سلطان عبدالرحمن المرشد برگزار شد که همکاری تاجیکستان با این بنیاد موضوع اساسی گفتگوها بوده است. در این ملاقات رهبری تاجیکستان و فوند سعودی رشد مبلغ‌گذاری لایحه‌های مهم ساحه‌های معارف، نقلیات، تندرستی، هیدروانرژتیکا و اداره‌کنی آب را بررسی کردند. تاجیکستان تا چند سال پیش دومین کشور بزرگ کمک گیرنده از مرکز امدادی شاه سعودی دانسته میشد. عربستان سعودی به تاجیکستان میلیون‌ها دلار کمک کرده است. این شب و روز تاجیکستان را گرمی طاقت فرسا فرا گرفته است. به معلومات آژانسی او هواشناسی پیش بینی شده است که گرمی تا 7 ایول ادامه یابد. در اطلاع آژانسی گفته شده است که گرمی بیشتر را ساکنان ولایت ختلان حس می‌کنند، زیرا حرارت در این منطقه تا به 47 درجه می‌رسد. همکاران ما به این منطقه رفتند و از حال و هوای ساکنان گزارش آماده کردند. اداره هواشناسی تاجیکستان از آمدن گرمای طاقت فرسا خبر می‌دهد. بلندترین حرارت بیشتر به نواحی جنوب کشور ضربه خواهد زد. مرکز ولایت ختلان باختر نظر به شهرهای دیگر گرمتر است، ولی ساکنانش در خیابان گشت و گذار دارند. آنها از ضرر بزرگ نورهای اولترابنفشی آگاهند، ولی میگویند مجبورند که پشت کار شوند. سهار بار وقت ساکنی گرم هوا. همه هوا گرم باشه من سالخن است که تاگی سالخن بده تاگی 4 ماه باشه. من برای این دخترها هیچی نمیدونم. من همین شکرانه دریا هسته شمالش آماده شده است بس. اینجا بینای یک بخش بهداشتی در جنوب تاجیکستان است. روزهای گرم تابستان بیماران فشار بلند بیشتر مشاهده می شوند. پزشکان از هشدار می دهند که کودکان و افراد سالمند، خصوصا آنهایی که بیمارند، از گرمی آفتاب خود را امین دارند. از طرف طبیعیان توصیه داده می شود بسیار نوشیدن مایع آب. یک دوم در وقت معین
обозӣ накардан, яъне ба наҳру кӯлҳое ки имрӯз ҷавонон мераванд бештар машғули обозӣ мешаванд, дар он ҷо обозӣ накардан. Чунки бинед, баъд аз аллакай аз соати 11:30-12 то соати 4-5 тезии офтоб аст. духтурон мегӯянд ки гармои рӯзҳои тобистон метавонад гармозадагӣ ро ба миён биёрад ки нишонаи асосии он сарчархак ё саргиҷа будааст. ки бинед ки аллакай аз 60 аз синни нафақа аллакай боло рафтанд, ба онҳо бештар хатар дорад, таъсири нурҳои офтоб ва ба кӯдакон бештар хатар дорад. Бинобар ҳамин ана ҳамин ду категория бештар хатар зиёдтар аст дар вақти гармии тобистон, масалан ба обозӣ машғул шудан ё ин ки дар вақте ки ҳаракат кардан ҳаракат кунанд ки дар сар ягон чатре дошта бошанд. ба гуфтаи табибон, дар гармои ҳаво ки чанд рӯзи пеш шадид шудааст, бояд ноболиғон ва пиронсолонро аз гашту гузор дар офтоб огоҳ кард, чун онҳо назар ба дигарон осебпазиртар ҳастанд. пезишкон мегӯянд ки кишоварзон дар ҷануби Тоҷикистон аз ҳавои гарм ва зарари он огаҳанд ва дар соатҳои муайян кишоварзӣ мекунанд. вале дар шаҳр аксар сокинон аз гармии ҳаво парвон намекунанд, ҳарчанд муроҷиатҳои онҳо ба пезишкон дар ҳоли афзоиш аст. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت گفتگو با پوتین هیچ پیشرفتی به دست نآورد. صحبت تلفنی پرزیدنت‌های دو کشور شام دیروز تقریباً 1 ساعت ادامه کرده است. به نوشته سامانه کرملین، ترامپ بار دیگر مسئله قطع سریع جنگ در اوکراین را مطرح کرده است. در پاسخ ولادیمیر پوتین آمادگی روسیه را بر روند مذاکره خبر داده، اما تاکید کرده است که مسکو از هدف‌های خود دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ به رسانه‌ها خبر داده است که گفتگو هیچ پیشرفتی نداشت و او از وضع اوکراین قانع نیست. ترامپ در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران همچنین گفته است که ایالات متحده به اوکراین سلاح زیاد داد و این کار را در آینده نیز ادامه می‌دهد. سنه مشخص دور سوم مذاکرات هیات‌های روسیه و اوکراین در استانبول و ملاقات شخصی ترامپ و پوتین نیز بررسی نشده است. به نوشته رسانه‌ها، جانب‌ها در صحبت وضعیت اطراف ایران، سوریه و در عموم شرق نزدیک را محاکمه کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 4 ایول خبر می‌دهد. 4 ایول امریکایی‌ها روز استقلالیت کشورشان را جشن می‌گیرند که با اعلان استقلالیت آن از شاهیگری بریتانیا در سال 1776 ربط دارد. توماس جفرسون پرزیدنت سوم امریکا و یکی از مؤلفان اعلامیه استقلالیت دانسته می‌شود. کشوری جوان ولی با سرعت پیشرونده امریکا از پیشبرنده‌های آرمان‌های دموکراسی و آزادی بیان به شمار می‌رود و در این بخش هم دوام 30 سال استقلالیت تاجیکستان کمک‌ها و همکاری زیاد به راه مانده است. 4 ایول سال 2001 در مرکز دوشنبه رودکی سمادف کشته شد که از مؤسسان سازمان زردشتی مزدای اسنا در تاجیکستان بود. او همگی 37 سال داشت و برای آموزش و شناخت دین زردشتی در تاجیکستان توسط تحقیقات علمی و تهیه فیلم 6 سریگی زردشت کارهای زیادی انجام داد. قتل او را که یکی دیگر از کشتارهای زنجیره‌ای روشنفکران تاجیک در آن سالها شناخته می شود تا حال ناکشاده می ماند و بیشتر به فعالیت کاریش ربط می دهند. رودکی سمادف همچنین خبرنگار تلویزیون ایران بوده چند مستند خاطرمان به نوار برداشته است. 4 ایول سال 2020 با وجود انتقادهای زیاد مطبوعات و جامعه شهروندی تاجیکستان، پرزیدنت راضی شد که برای به قبل مقامات پخش خبرهای ناصحیح درباره کرونا ویروس ساکنان و هم خبرنگاران جریمه پرداخت کنند. بنا به تغییراتی که به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری وارد شد، جریمه در حجم تا 11600 سومانی تعیین گردید. حامیان آزادی بیان این تصمیم را محکوم کردند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 123 سومونی، 100 یورو به 1152 سومونی و 100 دلار باشد 977 سومونی مقرر شده است. بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.